اینجا سئول نیست، اینجا تهرانه. من شنیدم در کره جنوبی مردی که داره میره سر کارش، خانومش تا دم در بدرقش میکنه. هی میگه عزیزم دلم برات تنگ میشه، زود برگرد، من خیلی تو رو دوست دارم، بوس بوس. و اون میره سر کارش. استرالیا چند وقتی اونجا اجرا داریم. مردی داره میره سر کارش، خانومش تا دم در بدرقش میکنه، میگه عزیزم من خیلی نگرانتم، مواظب خودت باش، شدیداً دوستت دارم، خیلی زود برگرد، بوس. حالا یه دونه مثل رفع گوتی. وقت در ایران وقتی مردی داره میره سر کارش، خانومش میگه داری میری آشغالا رو بذار دم در. خودت ببین چقدر فرق میکنه. دستا کجا؟ متاسفم واقعا. تحقیقات جهانی نشون داده اصولاً مردان متأهل 2 برابر مردان مجرد عمر میکنن، اما 100 برابر اونها بیشتر آرزوی مرگ میکنن. چه بلایی سر این آقای میارید شما؟ من نمیدونم.